سلام عرض می کنم به شما بینندگان عزیز شبکه 107 پارس. ممنونیم و واقعا سپاسگزاریم از این که ما رو در طول این برنامه ها همراهی می کنید. برنامه‌ای تحت عنوان هنر تفسیر کلام مقدس. همونطور که میدونید ما در طول این برنامه ها در خدمت کارشناس این برنامه آقای محمد ثانوی هستیم و در این قسمت از برنامه ما میپردازیم به 10 کلید شناخت کلام مقدس خداوند. برادر عزیز آقای ثانوی، میشه لطفاً به ما در مورد این 10 کلید توضیح بدید و در اینجا از شما تشکر میکنم باز هم که دعوت ما رو پذیرفتید. بفرمایید. خب منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور خدمت شما بینندگان عزیز. واقعا خدا رو شکر میکنیم که علاقه‌مند به مطالعه و درک کلام خدا هستید. خب ما در جلسه گذشته راجع به این 10 کلید صحبت کردیم. این 10 تا کلید چیا هست؟ اما برای اینکه این 10 کلید رو ما بهتر متوجه بشیم اجازه بدید یه مقدمه ای اول من خدمتتون عرض کنم. بفرمایید. کتاب مقدس کتاب باید تحت لفظی قرائت بشه. منظور از تحت لفظی اینه که با این دید که ما متوجه منظور نویسنده بشیم باید مطالعه کنیم. برای اینکه هدفش چی بوده؟ هدف و مقصود اولیه نویسنده از این نوشتار چی بوده؟ بعد همونطور که میدونید کتاب مقدس از سبک‌های مختلفیه. پیشگویی ما داریم، تاریخی داریم، نبوتی داریم، مثل‌ها داریم و هر کدوم از اینها با همدیگه متفاوت هست و ما نمیتونیم اینا رو با همدیگه مخلوط کنیم و دل بخواهی هر کجا که به نفعمون هست اون آیه رو به اون نیت و دل خودمون بیاییم تفسیر کنیم. کاملا درست. پس با هم دیگه متفاوته. اجازه بدید من چند تا مثال بزنم برای اینکه این مسئله برای ما روشن بشه. من با مثال شما انجیل یوحنا فصل 1 ما میبینیم که عیسی به مجلس عروسی رفت که و اونجا کلام خدا میگه که شراب تموم شد و عیسی دستور داد که اون خمره هایی که شراب درش نگهداری شده بود و تموم شده بیان داخلش آب بریزن و بعد مردم خوردن و اومدن به میزبان گفتن، به صاحب مجلس گفتن همه شراب خوب و اول میدن بعد شراب بد و آخر میدن. شما چه کار کردی که شراب خوب رو بعداً دادی؟ شما با چه چیزی به این متن نگاه میکنی؟ 2 تا قرائت مختلف هست. من براتون میگم. قرائت اول اینه که میگن که آقا توی اون خمره ها یه مقدار شراب بوده، بعد عیسی هم آب ریخته داخلش و به مردم اینو داده و اینا سرشون گرم بود، داغ بودن و این شرابی که با آب قاطی شده را خوردن و منظور عیسی اینه که آب بهتر از شرابه. یعنی ما واقعه تاریخی رو تبدیل به درس اخلاق کردیم. بله. و این اولشه و ما در نوع دومشو که اگر بخوایم ما نگاه کنیم یه به سال دیگه این که بله این انجام شد ولی مردم متوجه نشدن. بسیار خوب. واقعی چیز دیگه رو داره میگه. حالا شما اگر کل انجیل رو مطالعه کنید، انجیل یوحنا رو مطالعه کنید، یه موردی رو خواهید دید. انجیل یوحنا از واژه معجزه استفاده نمیکنه، از واژه آیت استفاده میکنه. و نگاه میکنیم که این همه معجزات عیسی انجام داد ولی در اون انجیل فقط از 7 تا استفاده میکنه و میگه 7 آیت. خب سوال اینجاست، اگر این واقعه تاریخی باشه که بوده، واقعه تاریخی بوده، درس اخلاق داخلش نیست، واقعه تاریخیه و با دید تاریخ ما باید اینو تفسیرش کنیم، چی داره به ما میگه؟ شراب ناب احتیاج به یک چیز داره، زمان. بله همینطوره. من توی فرودگاه مسافرت داشتم میرفتم، دیدم
شیشه شرابی رو گذاشتن برای فکر میکنم $3000 قیمت این شراب بود. چرا؟ چون که چند صد سال قدمتش بود. زمانی که شراب رو ناب میکنه و عیسی با این کار میخواست به مردم یه چیزی رو نشون بده که من صاحب زمان هستم. زمان دست منه که به 3 شماره آب و تبدیل به شراب ناب کردم. زمان رو من آفریدم. در این واقعه درس اخلاق نیست. یه مورد دیگر رو خدمتتون عرض میکنم. دوست دارم شما اگر کتاب مقدس رو باز کنید و این آیات رو برای بینندگان ما بخونید. مثلا در انجیل در مورد خوراک 5000 تن صحبت کرده و یه عده 2 تا قرائت داره. یه عده میگن که این تردستی بود و اتفاقا الان در این فکر میکنم در این سالهای اخیر یه شعبده بازی هم اومد جلوی دوربین و همین کار انجام داد. 1-2 تا ماهی انداخت توی یه سطلی رو، بعد سطل رو برعکسش کرد و ماهی ها همینجوری اومد بیرون و اکثر مردم اینو دیدن و به یاد کاری که عیسی انجام داد افتادن. لطف کنید انجیل مرقس فصل 6 رو برای ما قرائت کنید. بله، انجیل مرقس فصل 6 آیه 38 رو میخونم. فرمود بروید و ببینید چند نان دارید. پس پرسجو کردن و گفتن 5 نان و 2 ماهی. حالا این 5 نان و 2 ماهی مال کی بوده؟ مال یه پسر بچه بوده. بله. خب یه قرائتش میگه این تردستی بود. قرائت بعدی میاد میگه که نه، عیسی میخواد درس اخلاق به مردم بده، بگه از این پسر بچه یاد بگیرید چطور مال خودتون رو با دیگران تقسیم کنید. نه عزیزم، واقعه تاریخی رو شما به سبک واقعی تاریخی تفسیر میکنی، نه درس اخلاق. یه مثال دیگه من باب مثال هستند افرادی که به قیام عیسی مسیح نگاه میکنن و قیام عیسی مسیح رو میبینن و روز یکشنبه وقتی که شاگردا عیسی زنده رو دیدن و همه چیز کلام براشون زنده شد، همه چیز رو درک کردن، میان میگن نه، این واقعی تاریخی نبوده، بلکه منظور کلام این بوده که وقتی که روز یکشنبه رسید شاگردا تازه فهمیدن در این 3 سال و اندی عیسی مسیح چی گفت. ذهنشون باز شد، ذهنشون روشن شد. پس میاد یه واقعی تاریخی رو، قیام عیسی مسیح رو تبدیل میکنه به یه سمبولیک. واقعی تاریخی رو شما با دید تاریخ نگاه میکنی. یا مثال دیگه که این خیلی جالبه، مثلا کتاب یونس نبی. کتاب یونس نبی واقعی تاریخیه، اما فصل دوم تنها فصلیه که شعره. شما پس فصل 1 3 4 رو میای با دید تاریخی نگاه میکنی، ولی فصل 3 شعر رو با دستور شعر میای حلاجیش میکنی که منظور چی هست. بله. و نمیتونیم ما بیایم یه سبکی رو، فرمول تفسیر یه سبکی رو برای جای دیگه استفاده کنیم. وقتی میگیم تحت لفظی یعنی کلام خودشو تفسیر میکنی یا کلامو با خود کلام تفسیر کن. واقعی تاریخی، واقعی نثر، شعر، نبوت و هر کدوم از اینها برای خودش یه فرمول خاصی داره. ممنونم برادر محمد عزیز. اگه اجازهتون باشه یه وقفه کوتاه داشته باشیم و با بینندگان دوباره برگردیم در خدمتتون باشیم. حتما. بینندگان عزیز، پس از یه وقفه کوتاه دوباره با هم خواهیم بود.
بینندگان عزیز، مجددا در خدمتتون هستیم و همونطور که میدونید داشتیم در مورد 10 کلید شناخت کتاب مقدس صحبت میکردیم و برادر محمد عزیز ازتون میخوام اگر لطف کنید و در این مورد ادامه بدید. بله لطف کنید متی فصل 18 آیه 20 برای ما قرائت کنید. زیرا جایی که 2 یا 3 نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان ایشان حاضرم. بله. ما معمولاً وقتی که جلسات کلیسایی داریم یهو نگاه میکنیم جمعیت ما کمه، بیشتر از 4-5 نفر اینجا نیستن و مردم دل سردن. برای اینکه به اینا قوت قلب بدیم این آیه رو براشون میخونیم. بله همینطوره. و نه فقط این، من حتی شنیدم پای تلویزیون که عنوان میکنه که اگر شما تنها هستی تو خونه یا با همسرت هستی نگران نباشید، من هستم، شما هستی، همسرت هست، 2-3 نفر، پس هللویا عیسی مسیح اینجا هست. ما این کاری که اینجا انجام دادیم آیه رو از توی چارچوب، از توی متن کشیدیمش بیرون. اون آیه برای این مسئله صحبت نمیکنه. بله. اول آیه راجع به چی داره صحبت میکنه؟ اگر لطفا اول این موضوع فکر میکنم آیه 15 باشه. بله. اگر برادرت به تو گناه ورزد، نزدش برو و در خلوت خطایش را به او گوشزد کن. پس این قسمت داره راجع به کسی که یک ایماندار هست، مسیحی هست و مرتکب خطایی شده، داره راجع به اون صحبت میکنه که میگه اول به خودش بگو، بعد با 2 شاهد برو، بعد به کلیسا بگو. اگر حرف تو نپذیرفت، حرف کلیسا رو نپذیرفت، اخراجش کن. بله. و میگه اگر شما اخراجش کنی انگار من اخراجش کردم، چرا که 2 یا 3 نفر یه جا به اسم من جمع بشن. ببینید آیه ای رو که به منظور چیز دیگه گفته شده رو ما برای چیز دیگه استفاده میکنیم. البته اینجا سوء تفاهم نشه، من خودم سالها از همین آیه در جایگاه غلط استفاده کردم توی جلسات دعای 2-3 نفری. نگران نباش عیسی اینجا است، اما منظور این نیست. ما ببینید کلام همیشه یه معنی صحیح داره بدون شک. فقط یه دونه است، اما کاربرداش متفاوته. ما اینا رو با هم دیگه قاطی نکنیم. یک مفهوم داره، یک منظور داره، اما در اون زمان برای یک شخص کاربردش چیز دیگه است. امروز برای من در یه موقعیت دیگه کلام خدا ممکنه کاربرد دیگه ای داشته باشه. ما در مطالعه کتاب مقدس میتونیم 3 دیدگاه داشته باشیم. اولین دیدگاه کلاسیکه، حقیقت درباره واقعیت. پس واقعیتی که اتفاق افتاده حقیقته. این دیدگاه کلاسیکه. اما یه دیدگاه دیگه که مدرن شده، مدرنیزم، میاد میگه حقیقت برای هر فردی متفاوته. حقیقتی که مربوط به شما هست متفاوته و برای دیگری هم متفاوته. و این پست مدرن دیگه اونو متفاوتش، یعنی اینکه حقیقت مثل یک تابلوی ابسترکه، مجازیه. برای هر کسی حقیقت یه مفهوم دیگه ای داره. شما با کدوم دیدگاه سراغ کتاب مقدس داری میری؟ با دیدگاه کلاسیک داری میری؟ با دیدگاه مدرنیزم داری میری؟ یا پست مدرنیزم داری میری؟ بعد اون موقع است که بله دیگه کتاب مقدس میشه برای هر کسی یه چیز خاصی. بله. در صورتی که هدف و مقصود خدا همیشه یه چیز بوده. کلام، متن آیه، اون آیه‌ای که اومده، مطلبی که گفته شده همیشه یک قصد بوده، یک مفهوم بوده، یک معنی بوده، اما در زمانهای مختلف کاربردهاش متفاوته. ما راجع به این 10 قدم میخواییم با هم دیگه صحبت کنیم، یا 10 کلید. اولین کلید کتاب مقدس و کتاب‌های عادی. کتاب مقدس مثل کتاب‌های دیگه است، هیچ فرقی نداره. تنها فرقی که کتاب مقدس با کتاب‌های دیگه داره اینه که کتاب مقدس الهام خداست. و راجع به این مسئله ما صحبت می‌کنیم. وقتی که میگیم الهام خداست یعنی نفس خداست. نفس خدا درش قدرت هست. منظور من از این حرف چیه؟ پیدایش فصل 1 وقتی که خدا گفت روشنایی بشود، حرف که از دهان خدا خارج شد حرفش عین عملش بود و روشنایی
آفریده شد. وقتی گفت زمین و آسمان آفریده شود، آفریده شد. چرا که حرف خدا نفس خداست. نفس خدا همچون اقتدار خدا قدرتمنده. بله. و فرق کتاب مقدس با کتاب‌های دیگه فقط در همین زمین است. وگرنه ما از واژه‌ها داریم، فعل داریم، صفت داریم، مضاف علیه داریم، حروف اضافه داریم، زمانهای مختلف داریم، هیچ فرقی نداره. فقط کلام خداست. یه مطلبی رو من اینجا لازمه که عنوان کنم. یکی از بی احترام ترین یا توهین هایی که ما میتونیم به کتاب مقدس بکنیم میدونید چیه؟ این که ما این کلام رو بگیریم دقیقاً باهاش فال حافظ باز کنیم. بله. چشامو من ببندم، کلام خداست دیگه، و بعد بیام بگم آره خدا به من داره اینو میگه. هدف خدا این نبود. اگر هدف خدا این بود، خدا می اومد یک کتابی به ما میداد که دستوراتش دستور شماره 1 2 3 1500 1501 الی آخر. نه، خواهش میکنم ما چنین برخوردی رو با کتاب مقدس نداشته باشیم که همچون فال حافظ ببینیم. مورد دوم، کتاب مقدس و حضور در واقعه. منظورم از این حرف چیه؟ بله. یه کارتونی هست، نمیدونم به احتمالاً به فارسی هم دوبله شده، سوپر بوک. بله. بعد سوپر بوک اینا یه دونه ربات دارن، این دوتا برادر و خواهر هستن، دوتا ربات دارن که این رباته با ماشین زمان اینا رو میبره دقیقاً تو اون زمانی که اون واقعه اتفاق افتاده و خودشونو اونجا میبینن چطور داوود به عنوان یه پسر بچه با جولیات داره میجنگه. بله. شما کتاب مقدس رو باید اینجوری بخونی، بتونی حس کنی، درک کنی که اون واقعی رو که داری میخونی خودت اونجا هستی، احساسش کنی که چه اتفاقی داره میفته و بعد اون موقع بتونیم ما بعد از درک کردنش بتونیم توی زندگی هامون پیاده بکنیم. ما بله کتاب مقدس رو زیر آیاتی که دوست داریم خط میکشیم، ولی من میخوام یه مطلب دیگه رو عنوان کنم. اگر متوجه نمیشی خط بکش. بله. بار دوم که رسیدی اونجا بخون، متوجه نشدی نگهدار، دوباره بخون و بعد از مدتی متوجه میشی که منظور کلام چیه. فقط مشروط بر این که ما کتاب مقدس رو پیوسته بخونیم، نه جسته گریخته از یک کتاب به کتاب دیگه. یا من با مثال در همین زمینه وقتی که دارم کتاب مقدس رو من میخونم اینه که من متوجه نشدم یا اینکه باهاش مشکل دارم، زیرش خط کشیدم. مشکل که از کلام خدا نیست، چون خدا جایز الخطاست. کلام خدا هم بدون خطاست. منظورتون خدا غیر قابل خطا؟ خدا مرتکب خطا نمیشه تو کارهاش. بله. هر کاری که انجام میده کامله، صحیحه، درسته، مولای درزش نمیره. بله. کلام پیدایش میگه هر چی که آفرید کامل بود. بله. نقص نداشت. کلام خدا هم بدون نقصه. بله. پس اگر من با یه متنی مشکل دارم، مشکل از متن نیست، مشکل از دل منه. پس من باید دعا کنم که خدایا قلب منو در این مورد بیا عوض کن تا من بتونم این قسمت رو بپذیرم. سخته. نمونه واضح شما در باغ جتسیمانی میبینیم که عیسی مسیح دعا میکنه که این پیاله از من بگذرد، نه به اراده من، نه به خواهش من، بلکه به اراده تو. آیا خدا این کار انجام داد؟ به هیچ وجه. سنگ دست رد به سینه عیسی مسیح زد و به وضوح انگار گفت نه. اما کلام میگه روح القدس اومد و اونو تقویتش کرد. پس وقتی که من متنی رو متوجه نمیشم، نمیتونم بپذیرمش، اون موقع از خدا بخوام که قلب منو عوض کنه، روح القدس رو بفرسته تا این قسمت از کلامو که من درک نمیکنم و بپذیرم. بسیار زیبا.
بله. ممنونم از شما برادر محمد عزیز، واقعا به نکات بسیار زیبا و کلیدی اشاره کردید. اگر بخوایم به صورت خلاصه من دوباره یک مرور کنم، شما به نکات بسیار کلیدی اشاره کردید، اینی که ما خب سبک مختلفی داریم، مثلا مثل‌ها، حکایت‌ها، امثال و خب زبان شعری داریم، زبان اشاره به یا کنایه داریم و بعد ما همیشه گفتیم که باید به زمانهای این فعل‌ها که اونم بخش ادبی توجه به تفسیر کلام مقدس هست و استفاده از عهد عتیق برای تفسیر عهد جدید بود و استفاده از عهد جدید برای تفسیر عهد قدیم بود و اینی که یک نکته کلیدی که خارج از کانتکست نباید اون متن رو بکشیم و خارج از محتوایی که در کل اون باب‌ها و در کل واقعا نباید غیر هماهنگ با کل کلام کلیت پیام کلام مقدس باشه. و بعد به نکات دیگه اشاره کردید که یکی از واقعا کلیدی ترین اینه که ما باید به اون معنی اصلی، و شما اشاره کردید که فقط یک معنی وجود داره برای محتوای هر واقعا کلامی که در کلام مقدس نوشته شده، اما ممکنه کاربردهاش متفاوت باشه. صدها کاربرد. بله. و اینی که ما تفاوت یا تمایز قائل بشیم بین کتاب مقدس و کتاب‌های دیگر، و بزرگترین تمایزش اینه که این نفس خداست، الهام خداست، اقتدار خدا در کلامش دیده میشه و همونطور که گفتید خدا آفرینش رو با کلامش گفت و آفرید. و خیلی جالب شما اشاره کردید که واقعا ما بتونیم با مطالعه بیشتر به اون جو یا به اون فضایی برسیم که نویسنده در ابتدا خواسته اون معنی رو انتقال بده به مخاطبینش. و نکته خیلی خیلی واقعا جالبی رو که شما بیان کردید و واقعا کاربردی، یکی از اونها اینه که این متاسفانه مروج در بین خب خیلی از فکر می‌کنم ایماندارا که کتاب مقدس رو به عنوان مثل فال حافظ استفاده میکنن و چقدر واقعا زیبا شما این رو بیان کردید که این و مهم اینی که این واقعا توهین بزرگیه به کلام مقدس، چون همونطور که گفتید هدف خدا برای دادن کلامش این نیست که ما از اون به عنوان فال استفاده کنیم. و خیلی جالبه واقعا برای من، خیلی این هم خیلی جدید بود، اینی که اون چیزی رو که متوجه نمیشیم زیرش خط بکشیم و اینی که حقیقتا خدایی که عاری از خطاست، کلامش عاری از خطاست، اون نمیشه عوض بشه، بلکه ما از روح القدس بخوایم که ما رو عوض کنه، قلب ما رو نرم کنه و به افکار ما روشنی ببخشه تا کلامش رو درک کنیم، معنیش رو بیابیم و استفاده کنیم. من بعد یادآور می شدم که این 10 کلیدی که قرار با هم دیگه راجع به صحبت کنیم، من از نویسنده‌ای به نام آرسی اسپرول، آقای شبان کلیسا هستن، الهیدان بزرگی هستن که در خداوند خوابیدن. ایشون کتابی نوشتن به اسم Knowing the Scripture، شناخت کلام خدا. من این 10 تا رو از کتاب ایشون اقتباس گرفتم و یک کتاب 300-400 صفحه‌ای رو من لپ مطلب رو در این 2-3 برنامه خدمتتون دارم ارائه میدم. واقعا ممنونیم از شما برادر محمد عزیز، واقعا نکات کلیدی، نکات کاربردی و عمیقی رو شما بیان کردید و میدونیم آسون نیست که شما یک کتاب چند صد صفحه‌ای رو بتونید توی چند دقیقه و یا در طول یک جلسه، اما شما واقعا به زیبایی این کارو کردید و همه ما و مطمئنم بینندگان عزیز هم برکت گرفتن. بینندگان عزیز، از شما واقعا سپاسگزاری میکنم، تشکر میکنم که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید و باز هم دعا میکنیم که این برنامه ها باعث برکت و بنای شما عزیزان باشه.